салом алейкум тамошобинони азиз, бо шумо Шавкати Муҳаммад ҳастам ва барномаи хабари таҳлилии Паёмнӯзро бароятон тақдим мекунам. Таваҷҷӯҳ кунед ба номгӯи мавзӯъҳои имрӯза. донишгоҳҳое ки абҷабори Каблук ба сатҳи ПТУ фаровард дар рӯи хати сиёҳ қарор гирифт. парвози ҳавопаймоҳои Тоҷик Эйр ва Сомон Эйр از تاجیکستان به سمت شهرهای روسیه از سنه 25 ایون آغاز می‌یابد. در مرز تاجیکستان و ازبکستان 50 اتوماشین درمانده اند. سازمان جهانی تندرستی از دست نارسی معلومات کامل درباره کرونا ویروس در تاجیکستان شکایت کرد. مقامات ازبکستان صفت تعلیم در 8 دانشگاه تاجیکستان را غیر قناعت بخش نامیده گفتند که ختم کردگان این دانشگاه ها به طلبات بازار ازبکستان جوابگو نیستند. در توصیه ها در مورد انیق کردن درجه تعلیم در مکتب های عالی کشورهای همسایه که آن را اینسپکسی دولتی نظارت صفت تعلیمی کابینه وزیران ازبکستان نشر کرده است، گفته می شود صفت تعلیم در 16 مکتب عالی کشورهای همسایه، 8 دانشگاه دانشکده قرغیزستان و 8 مکتب عالی تاجیکستان به طلبات بازار کار ازبکستان جوابگو نیست. برای خط سیاه این کمیسیون دانشگاه های معروف چون دانشگاه آموزگاری، دانشکده زبانها و دانشکده دولتی خوجند نیز وارد شده‌اند. غیر این سه دانشگاه باز تاجیکستان، دانشگاه صاحبکاری و خدمت، دانشگاه انداز و حقوق، دانشگاه باختر و دانشگاه حقوق تجارت و سیاست صفت تعلیمشان پست و محصلینشان برای بازار کار ازبکستان نالازم شمرده شده اند. در همین حال این نهاد دولتی ازبکستان صفت تعلیم در دانشگاه ملی تاجیکستان، مکتب عالی ملیسه وزارت کارهای داخلی، دانشگاه اگراری، کنسرواتوری ملی، دانشگاه تکنیکی و دانشگاه طبی تاجیکستان را جوابگوی طلبات نامیده است. گفته می شود توصیه های اینسپکسی دولتی نظارت صفت تعلیمی کابینه وزیران ازبکستان بر اساس تحقیق جریان تعلیم در این مکتب های عالی بر پایه منابع گوناگون از جمله سنجش سواد ختم کردگان این مکتب ها از طریق تست ها معین شده است. بر اساس تحلیل اینسپکسی نظارت صفت تعلیم ازبکستان از جمله دانشجویان ازبکستانی که سال 2019 مکتب های عالی تاجیکستان را ختم کردند، 57.6% محصل دانشگاه آموزگاری بودند که در روی خط سیاه قرار گرفته است. دانشگاه های بین دانشجویان ازبک معروف دانشگاه دولتی خوجند و دانشکده زبان ها که متناسباً 9.1 و 4.78% آن را ختم کرده‌اند نیز شامل روی خط سیاه هستند. در عموم همگی کمتر از 6% دانشجویان ازبکستان دانشگاه های در تاجیکستان را ختم کرده‌اند که در روی خط سیاه وارد نشدند. همگی 6%. یعنی امکان دارد که شمار دانشجویان ازبک در تاجیکستان بیش از 90% کمتر شود. ماه فوریه سال جاری با تشبث پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف صدها دانشجوی ازبکستانی مکتب‌های عالی تاجیکستان را ترک کرده با وعده ادامه تعلیم در مکتب‌های عالی کشور خود به ازبکستان برگشتند. آن وقت هم گفته می‌شد که جانب ازبکستان از صفت تعلیم در مکتب‌های عالی تاجیکستان راضی نیست. این نهاد دولتی ازبکستان از داوطلبان خواسته است که برای تحصیل دانشگاه‌های کشورهای سطح و صفت تعلیمشان بلند را انتخاب کنند. علام‌آورترین سند در این تشخیص این است که دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که قریب 60% دانشجویان ازبک را در خود جا داده بود، برای خط سیاه افتاده است. محصلین این دانشگاه میبایست بعد ختم آن به مکتب‌های تاجیکی ازبکستان رفته
به تاجیکان این کشور درس می گفتند. در حاشیه ازبک سازی میلیون ها تاجیک و بسته شدن اکثر مکتب های تاجیکی در زمان شوروی و کریماوی ضربه مهلک دیگر به زبان تاجیکی در ازبکستان را مقامات تاجیکستان امروز زدند. به پایان ترین سطح بردن معارف کشور کم بود که اینک با عیب مقامات معارف کش تاجیکستان هزاران تاجیک دیگر در ازبکستان از معلم محروم می شوند. البته از دانشگاهی که سالها رهبری آن را عبدالجبار رحمانوف به اختیار داشت، نفری که جدول در دست نزد دری دانشگاه می ایستاد و بلندی کبلوک دختران را چین می کرد و بعدا لقب عبدالجبار کبلوک را گرفت، چرا می شود انتظار شد؟ رهبری که برایش بلندی کبلوک دانشجو از سطح دانش او مهمتر است، حتما دانشگاه 10 ساله ها معروف و پرنفوذ را به سطح آموزشگاه کسبی یا پتیو فرآورد. وزارتی که رهبریش سالها در دست اکادمیک دیگر نوریالدین سعیدی حجت فروش که وزارت را به بیزنس خانوادگیش تبدیل داده بود قرار داشت، حتما سطح معارف در کشور را به سطح درک وزیرش از مکتب معارف پایان می آورد. اکادمیک و پروفسور داتسنت و نامزد علم که کارهای علمی خود را از اینترنت دزدیده تنها کلمه های روسیه را به تاجیکستان یا اورنبورگ را به ختلان عوض می کنند و آن را محصول کار خود معرفی کرده صاحب عنوان می شوند، به دانشجویش غیر همین قلابی چیزی دیگری آموزانیده نمی تواند. بالاخره رئیس جمهوری که عبدالجبار کبلوک را مشاور خود می گیرد و به خرس پاسبان تبدیل می دهد، همین قدر درباره علم معارف تصورات دارد. برای آن که دانشگاه آموزگاری تاجیکستان معروف شود، صدها دانشمند 10 ساله ها زحمت کشیدند، اما 10 سال کافی بود که این 3 نفر آن را به سطح فرارند که دیگر دانشجویان خارجی از تحصیل در آن پرهیز می کنند. شرمندگی. سؤال مطرح این است که محصلین وطنی این دانشگاه مکتب‌های کشور را به کجا رسانده و به چی تبدیل دادند؟ ببینید، کشور همسایه برای آینده شهروندانش حتی کمیسیه تشکیل کرده سطح ثوابناکی دانشجویان در خارج تحصیل کرده را میسنجد. به داوطلبان توصیه میدهد که کوشش کنند در دانشگاه‌های خوبتر تحصیل کنند و از وارد شدن به دانشگاه‌هایی که علم دانش داده نمیتوانند پرهیز کنند. در تاجیکستان باشد چه؟ احوال چه است در تاجیکستان؟ استاد به جای آن که از دانشجو درس پرسد پول میپرسد. برای چی؟ برای آن که با معاش آموزگاری روزش نمیگذرد. مجبور است به جای به دانشجو نمونه خوب بودن نمونه فسادکاری شود. این است که وزارت معارف فساد زده ترین وزارت در کشور است. این است که با وجود معاش کم استاد دانشگاه غلام حلقه به گوش رژیم فاسد شده است. این معلم آموزگار، استادان دانشگاه سرشان خم، زبانشان کوتاه. همیشه تمام تقلب معرکه های سیاسی را هم رژیم توسط همین استادان و آموزگاران انجام می‌دهد. همین گونه زندگی بردصفتانه، همین گونه زندگی پر از تحقیر، پر از فساد، بی آبروگی و بی اعتباری و پر از ننگ را به استادان و آموزگاران ما رژیم تحمیل کرده است. وقتی آن رسیده است که باید این آموزگاران به این همه فسادکاری ها بس گویند. با این حال بیسواد کردن ملت و از آن بدتر آبروی کشور را در نزد کشورهای همسایه ریزانیدن را مگر یک نفری دانشمند به خودش
روا می‌بیند؟ استادان عزیز، می‌دانیم شما را بیچاره کرده اند، ولی شما خوب می‌دانید که سرخمی شما سرخمی ملت است. سربلندی شما سربلندی ملت است. آینده روشن ملت در دست شماست. باید که شما سر بالا کنید. باید که شما سر بالا کنید هرچه زودتر، وگرنه این سرخمی مرزهای ما را میشکند، ما را بیخانمان میکند، ملت را نابود میسازد. این را خودتان خوب میدانید. پرواز هواپیماهای تاجیک ایر و سامان ایر از تاجیکستان به سمت شهرهای روسیه از سنه 25 ایون آغاز می‌یابد. تفصیلات بیشتر از این خبری خوش و چند خبر و رویدادهای دیگر را در گزارش همکارم صفیه بشنوید. پرواز هواپیماهای تاجیک ایر و سامان ایر از تاجیکستان به سمت شهرهای روسیه از سنه 25 ایون آغاز می‌یابد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اطلاع می‌دهد که مرحله به مرحله از جانب شرکت‌های تاجیک ایر و سامان ایر به سمت شهرهای مسکو، سانت پترزبورگ، قازان، نووسیبیرسک و یکاترینبورگ روسیه و از این شهرها به تاجیکستان پروازهای چارتری انجام داده می‌شوند. هنگام برگردانیدن شهروندان تاجیکستان توسط پروازهای چارتری به طبقه‌های آسیب‌پذیر شهروندان، پیش از همه بیماران، زنان با کودکان خردسال، پیرانسالان، دانشجویان و نفران همراه، اینچنین شخصانی که بنابر سفر خدمتی در روسیه درماندند، اولویت داده می شود. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نوشت که در سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه واقع در شهر مسکو، کنسولگری‌های گنرالی تاجیکستان در شهرهای سانت پترزبورگ، یکاترینبورگ، نووسیبیرسک و اوفا کمیسیه‌های مخصوص تأسیس داده شده، وظیفه آنها ترتیب دادن رویخط شهروندان میباشد که باید به وطن برگردانیده شوند. پس از آماده گردیدن این رویخط‌ها شهروندان برای خریداری چیپتا خبردار کرده میشوند. در مرز تاجیکستان و ازبکستان 50 автомاشین درماندند. مسافران درمانده از حکومت درخواست دارند که دالانی سبز تشکیل کند. شهروندان تاجیکستان و روسیه که پس از بسته شدن راه زمینی بین دولت‌ها از حدود تاجیکستان برآمده نمی‌توانند، 4 شبانه روز این جانب در سرحدی نزد پستگاه نظارتی آیبک قرار دارند. روز 15 ایون نزدیک 15 اتومبیل با رقم‌های روسیه‌ای به اینجا آمدند، لیکن امروز شماری آنها الکی به 50 عدد و شماری مسافران آنها به زیاده از 100 نفر رسیده، میان آنها کودکان نیز حضور دارند. از منطقه‌های جنوبی کشور نیز ماشین‌ها آمده ایستادند. آدمان از حکومت درخواست دارند که دالانی سبز تشکیل کند تا زمانی که مسئله بررسی می شود آنها در سرحد باقی میمانند. شب را در ماشین‌ها روز کرده برای شستشو و حمام شرایط ندارند و از گرمی اذیت می‌کشند. هرچند طریق راه هوایی با ثبت در پورتال خدمت رسانی‌های دولتی تا به خانه رسیدن، خط سیرهای هوایی به مسکو، یکاترینبورگ، سورگوت، نووسیبیرسک، کراسنویارسک تشکیل شده است، لیکن با سبب گرانی بلیط‌ها نه همه اینجا بودگان به خریدن آن امکان دارند. برخی با اهل عائله‌شان به وطن آمدند. در همین حال автомاشین شخصی را هم در اینجا ماندن غیر امکان است. سامانه اخبار نوشته است که آدمانی در سرحد جمع آمده به همدیگر یاری می‌رسانند. غیر از این ساکنان دهاتی نزدیک نیز به درماندگان کمک می‌کنند. حکومت تاجیکستان کنسولگری روسیه در خوجند و سفارت روسیه رسما چگونه حل شدن این مسئله را شرح نمی‌دهند. قبلا گفته بودند که کنسولگری گنرالی و سفارت از این وضعیت آگاه است. وزارت صنعت تاجیکستان اعلام داشته است که به سبب بسته شدن سرحدها و پهنشوی ویروس کرونا، کارخانه‌های تاجیکستان برخی از کارخانه‌های کشور نتوانستند فعالیت استحصالی را به طور ضروری به راه مانند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت تاجیکستان، با سبب پهنشوی کرونا ویروس نوعی کووید 19 و بسته بودن سرحدها، بعضی کارخانه‌های تاجیکستان که با شریکان خارجی همکاری داشتند، فعالیت استحصالی را به طور ضروری به راه مانده نتوانستند. تبر منبع قید کرده است زیاده از 15 عدد کارخانه‌های خرد و میانه که اکثر آنها با سرمایه‌گذاری صاحبکاران چین تأسیس یافتند، با چنین وضع مواجه شده ایستادند.
дафтари матбуоти вазорати саноат ва технологияҳои навини тоҷикистон навиштааст ки бо паҳн гардидани коронавирус ва баста шудани сарҳадҳо барои воридоти баъзе қисмҳои алоҳида ва технологияҳои муосир аз кишварҳои осиё ва аврупо мушкилиҳо пеш омаданд. дар ҳамин ҳол ба иттилои манбаъ новобаста ба чунин вазъ корхонаҳои саноатии ҷумҳурӣ кӯшиш намуда истоданд аз тамоми имкониятҳо истифода намуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро то охири сол афзоиш диҳанд. аммо коршиносони умури иқтисодӣ мегӯянд кӯшиши афзоиши ҳаҷми истеҳсолот ҳарчанд сутуданист, вале дар ин ҳолати буҳронӣ қариб ки имконнопазир аст. афзоиши истеҳсолот он тараф истад фақат зери сифр нарафтани фаъолияти корхонаҳо дар ҳоли ҳозир хеле заҳматталаб мекунад. бахши аврупоии созмони ҷаҳонии тандурустӣ эълон кард ки буҳрони коронавирус дар ҷаҳон ҳанӯз паси сар нашудааст. ҳанс клюге, роҳбари аврупоии созмони ҷаҳонии тандурустӣ 18 июн дар нишасти хабарии онлайн таъкид кард. азбаски ваксина ва тарзи мушаххаси табобат омода нашудааст, омадани мавҷи дуюми беморӣ ҳатто баъди фавқулода поин рафтани омори гирифторон воқеӣ аст. дар ҳамин ҳол мутахассисони созмони ҷаҳонии тандурустӣ ба мақомоти тоҷикистон тавсия доданд ки меъёри фосилагирии иҷтимоиро шадидан риоя кунанд ва ҳарчи зуд маркази ҳамоҳангсози умури фавқулодаи беҳдоштӣ таъсис диҳанд. олег староженко, мутахассиси созмони ҷаҳонии тандурустӣ ки айни ҳол дар тоҷикистон аст ва рӯзи 18 июн дар нишасти онлайн эҳтиёҷи дастрасии бештар ба иттилоъро таъкид кард. ҳарчанд староженко аз худгузаштагӣ ва қаҳрамонии табибон ки ба хотири расондани ёрии тиббӣ дар шифохонаҳо зиндагӣ мекунанд ситоиш кард, вале гуфт ки ба хотири ин ки тавонем ба вазъи тоҷикистон баҳои куллӣ диҳем, ба иттилои бештар ниёз дорем то вазъият ҳамаҷониба санҷида шавад ва хулосаҳои дуруст ба даст ояд. аз гуфтаи староженко дониста мешавад ҳатто ба мутахассисони созмони ҷаҳонии тандурустӣ мақомоти тоҷикистон иттилои зарурӣ дар бораи вазъи сирояти коронавирус дар кишварро надоданд. ҳамин тавр дар давраи пандемия ношаффоф будани фаъолияти вазорати тандурустӣ ва мушкили хабарнигорон барои ёфтани иттилои саривақтиву дақиқ борҳо танқид шудааст. тамошобинони гиромӣ, инҷо ниҳояти барномаи имрӯзии мост. барномаҳои дигари моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва пойгоҳи payom.net пайгирӣ кунед. ҳар хабару рӯйдодеро шоҳид шудед, лутфан ба рақами 49 15 16 46 15 947 тавассути паёмрасонҳои WhatsApp, Viber, Imo ё Telegram фиристед. лутфан муштарӣ шудан ба канали ютуби мо ва навиштани назари худ дар бораи наворро фаромӯш накунед. пахши тугмаи маъқул шудро лутфан дариғ надоред. ва ҳамчунин пахши тугмаи зангола ба шумо имкон медиҳад ки баробари нашри наворҳои мо дар ютуб шумо дарҳол бохабар шавед. дар паноҳи аллоҳ бимонед. хайр то ҳафтаи дигар. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.